خانم توی این موقعیت چی کار میکنه؟ دوست داریم از تو تشکر کنیم که یه اخلاق نبوی رو از خودت بروز دادی. الحمدلله. اگه پیامبر اکرم صلی الله بین ما بود، وضع ما چطور بود؟ این وضعیت نداشتیم، خیلی وضع ما بهتر بود. به نظر شما اگه می اومد و وضع ما رو میدید چی میگفت؟ به جای اشک خون گریه میکرد. ما هم باید خون گریه کنیم. خدا کمک کنه. در هر حال باید خدا رو شکر کرد. اگه فرض بشه که یه دقیقه خودت تنها با ایشون بشینی، به اون چی میگی؟ سوال سختیه. این یه آرزوه. اگه واقعا در کنار پیامبر بودم همین کافی بود. با دیدنش، با این دیدن او از دنیا برم. کاش این آرزو برآورده میشه. مهمترین صفت پیامبر که از اون خوشم میاد، البته همه ویژگیاش خوبه، اما مهربانیش اینطور بود که همه خطاکاران رو به خودش جذب میکرد. کسی رو به خاطر خودش از کاری من نمیکرد، حتی اگه خطاکار بود. عمل به خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم در اهل تقوا و نزدیکان محصور نبود. حتی خطاکاران و گناهکاران رو پیامبر اکرم صلی الله جذب میکرد، پیش خودش می آورد و در عمل از اونها استقبال میکرد. با وجود خطاهاشون به هیچ کس نگفت که نه تو نمیفهمی. باور دارم که این وضع یه عیب در جامعه که ما خطاکارا رو جذب نمی کنیم. جامعه از جوان انتظار کمال داره. کمال حتی بین صحابه هم موجود نبود. بله. از خداوند میخوام که از همه قبول کنه. بله. من تو که در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم برنامه میسازیم، دلیل بر این نیست که ما متفاوت هستیم یا شایسته چیزی هستیم. مایه افتخار ماست، پوشش خطاهای ماست. ما هم مدعی کمال نیستیم. بله. مدعی نیستیم که ما به درجه‌ای رسیدیم که مستحق عمل برای آن محبوب بله. صلی الله علیه و سلم باشیم. شاید اصلا درجه‌ای بله. نباشه که استحقاق عمل برای اون محبوب صلی الله علیه و سلم ایجاد کنه. همونطور که گفتیم خدا قبول کنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم کمترین عمل رو هم میپذیرفت. به محض اینکه کار خیر کوچیکی میدید میپذیرفت. این ویژگی اونه. بشر امروز این ویژگی رو نداره، مگه افراد استثنایی که اونا سخت پیدا میشن. اگه پیامبر اکرم صلی الله جلوی تو بود، در یک دقیقه بهش چی میگفتی؟ یعنی در یک دقیقه بهش چی میگفتی اگه فرضاً ایشون رو جلوی خودت میدیدی؟ اگه فرض شه که من رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ببینم، نمیدونم که به ایشون چی بگم. او در مقامیه که نمیتونم از احساس خودم برات بگم. الحمدلله. فقط پروردگار مرا از عذاب قبر نجات بده. فقط همین چیز، آرزوی زندگی. انشاءالله.